اینجا همون جاییه که برای خوردن پله کباب استفاده از قاشق چنگال جرم و پیگرد قانونی داره. پس اینو بنداز. اینجا پلو کبابی حسینیان تو شهر فومنه که سالها سنت پلو کباب خوردن با دست رو تو رستوران نقلیش حفظ کرده و به نظر من همین تبدیل به یه جاذبه گردشگری گیلان بدل شده. عطر برنج کته و چنجه های روی منقل تا 2 خیابون دورترم پیچیده بود و کلی مشتری هم تو صف بودن که یه پلو کباب اصیل نوش جان کنن. من که فکر نکنم طعم این پلو کباب هیچ وقت از زیر زبونم بره، چون در عین سادگی جزو بهترین پلو کبابایی بود که تو عمرم خوردم. قیمت هر پرس پلو کبابم 550,000 تومان بود و پیشنهاد میکنم این پسو ذخیره کنی و سر فرصت بری پیششون. حالا بهم بگو که پلو کباب رو با دست داری بخوری یا با قاشق چنگال؟ من سجادم و همیشه دنبال طعماییم که با روح آدم حرف میزنن. رفیق فالو کن بریم سراغ خوش طعم بعدی.